Что, ебать, нахуй ты ее пиздишь, блядь? Два удара, и все. Нахуй ты ее пиздишь, блядь? Слышишь, ебать? Что ты, блядь, а нахуй? Ты охуел, что ли, блядь? Хоть такую хуйню ебать за ним. Вызывай ментов, нахуй. الپیشینم خیلی اینم خیلی خدوزده کو با چند کسی دیگه در عذاب میمونه بیچاره چند نفر دیگه یک از برادرای عزیز امیدوارم که خوب هستین صحب سلامت هستین برادرای عزیز مشکل دیدین پسیل که ما تلگرام دا میپرتم دارین تماشا کنین همین حالتی که گذشته است برادرای عزیز نگاه کنین دا همین بچه که میگن میقپانش میگه زن مای میگه یک گپ میگم دا برادرای عزیز این روش سیاه میکنه اگر زن شام باشد یا بیناموس است نه من میگم توندا برادر عزیز اگر زن شام باشد یا بیناموس است مردک نخواد که زن هم خیلی سری لباس بپوشونه شما بستین فکر کنید برادر عزیز مردک نخواد زن هم خیلی سری لباس بپوشونه برادر عزیز دیلتون با این خیلی سگران سوزد قسم به نام خدا که اینو نمیگ جمعیت وایران کردن جمعیت جزیر کردگیان اینو نه واژن پدر مادر دارن نه اکاو دادر دارن یگان کس ندارن این در نزد خلق هم واژنی ندارن این پدر مادرش هم حرمت احترام نمیکنه لیش نه اینمی خیلی سگیرو اینمی زوتو من میگم تونده برادر عزیز برای که زنه که گرفتی یکمش زنی وای فرقش نیست کسی باشه نباشه اول که باید تو بننگ بناموس باشی باید سر لباسی او را خوب کنی چخیل اویندهش چخیلی بد نبد اوینده او را فراموش کن دلنشیشه تو باید که سر لباسش خوب کنی یک تا دیمش برادر عزیز اینم خیلی بدبختو اینم خیلی شخصیتو بعد انمی ملت ها بدنام میکنن انمی ملت توجیکا خلق توجیکا بعد بدنام میکنن انا بعد بگیرین این خیلی شیدایه انا بعد بگیرین اون خیلی شیدایه بعد نمی گپ چپ نمی کار برو هوا میویا بولوی سری که بولوی مردمی مهاجر از پشتی که از پشتی یک کس یعنی تاریو را کو باید پاژیزن دیپورت کنن برادرها اینو را باید پاژیزن دیپورت کنن که اینو باید یک درسی عبرت در یک کسی دیگه شد من این پراویل نباشم بنویسونیم برادرها کامنتاری بنویسونیم رنگ امینو اگر اگون بیناموس باشه می نویسونن که هات نیپرافه اگر سگروی دستوی سگروی که چون واجد میکنن حرمت میکنن و دیگران را حرمت میکنن واجد میکنن اونو میفهمن این سخن میمارن و دیگرش نمیفهم برای اون برادر عزیز یک بیعقلیه یک آدم یک بیعقلیش ایشون میکرد بیعقلیش از پیشین خیلی خدوزده که با چند کسی دیگه در عذاب میمونه بیچاره چند نفر دیگه یک از کس نه چند نفر دیگهش برادرم هم قدر ما هموز درویم کردن که اکا همین خیلی کار کردگی زن شامی تا کردگی زن شما خیلی ما همین تماشاش کردم ای چیستم نینی مای کدومید که ساگلاس نین ما داد بزا لایک تا بزا کامنتاری ابنایسون که شتو ما بفهمیم که پراویل نگفتم که پراویل نگفتم برای من میدونم دا برادر عزیز مردک باید مردک شوه مردکی که رشک نداشته باشه مردکی که ناموس نداشته باشه وای مردک نیسته پراویل نشمختون یا اون نمیدونین اینا نگاه کنین چی بگم دیگه برادر عزیز برای هم قدر این خیلی را که همین جاش تا باید دفع کنن که نه مردمی که عذاب میکشه از پشتی هم یا مردمی که بیچاره میوین برای کارکنی برای یک نولانون میوین کار میکن همیجا از پیش نیم خیلی بدبخت و عذاب نکشه از پیش نمیو به حد عذاب میتن میدونیم برادر عزیز میگه یک گوی ریخنی یک پودر ریخ میکنه که اینو از مو گوان از انمو گوی که یک پودر ریخ میکنن جزیر میکنن که اینو از مون بمبر ما ترا مرد بچه تنو مرد بچه میبدیم نموز 3-4 نفر که قبیدنت سرفاره هم با میرفتی نمی پریدی نمی گریختی این مردکی ترا ایشون نمیتا مردکی ترا دامو دخترک دامو مردکی تا ایشون داده یه ایروی مردکی نیسته پاد با میگو که زن می بمبر اون که زن تموشه اگر زن تموشه تیا بیناموسی ما ترا میگم که تیا بیناموسی بیناموس ای پشتیته با چندین مرد بچه عذاب میکشه چندین مرد بچه را ای پشتیته با میخفن میبرن محکم میکنن در همین حالتی که تو حوزی دیده سا که چی سیتواتسی بولوی همین خلق بیچاره در همین وریمی که تو دیده سا که بولوی همین مهاجر بیچاره چی قدر عذاب بومیسته تیا مردک نیستی
Ты ее пиздишь, блядь. Два удара, пиздили все. Нахуй ты ее пиздишь, блядь. Слышишь, ебать? Все. Ты охуел, что ли, блядь? Нет, не охуел. Что? Свой жена бил. И чё, блядь? И ваши не трогай. И чё, и сюда, ебать, давай. Не